فینال جام جهانی باشگاه‌ها جایی که فقط یه تیم میتونه تاریخ بسازه. چلسی از انگلستان مقابل پاریس سن ژرمن فرانسه، تقابل دو تیم پرستاره اما فقط یکی قراره امشب بدرخشه. حالا اینجاست که جادوی کول پالمر شروع میشه. در دقیقه 22 پاس میرسه به پالمر و اون هم با بغل پای نرم و هوشمندانه توپو درست از گوشه دروازه وارد گل کرد. فقط 8 دقیقه بعد همون بازیکن با یه حرکت انفرادی وارد محوطه میشه و باز هم با یک بغل پا با پای چپ درست همون نقطه توپو گل میکنه. حالا نوبت شاهکار سوم. دقیقه 43 پالمر با یک پاس به پشت دفاع ژائو پدرو رو صاحب یه موقعیت میکنه و اونم با یک چیپ استادانه توپ از بالای سر دوناروما وارد دروازه کرد. نیمه دوم پاریس سعی کرد برگرده ولی دیگه دیر شده بود. چلسی با کنترل بازی و پاسکاری دقیق و دفاع منظم فینال رو قفل کرد. با سوت پایان بازی چلسی با نتیجه 3-3 قهرمان جام جهانی باشگاه 2025 شد. پالمر بدون شک ستاره شب بود. اینم خلاصه بازی فوق‌العاده بین چلسی و پاریس سن ژرمن. به نظرت بهترین بازیکن زمین کی بود؟ تو کامنت ها برام بنویس.